سلام به همه رفقای قدیمی و جدید پندملا. دم همتون گرم که باز اومدین پای یه قصه پندآموز دیگه. یه قصه که اگه خوب گوشش بدی ممکنه آخرش یه تلنگر بخوری، یه جور که از فردا صبح یه جور دیگه به زندگی نگاه کنی. بذار همین اول یه سوال ازت بپرسم. تا حالا دیدی کسی همه چی داره ولی باز همیشه اخم و تخم داره؟ خونه داره، زن داره، کار داره، ماشین داره، سفر میره و غذای خوب میخوره، ولی بازم هر روز میناله که فلان چیزو نداره. یه روز از دولت میناله، یه روز از مردم، یه روز از ترافیک، یه روز از سرما، یه روز از گرما، یه روزم از خودش. خب قصه امشب ما دقیقاً از دل همین آدم‌ها در اومده. قصه مردی به اسم نصیر که مال ایران قدیمه. یه دوره‌ای که شهرها پر بودن از بازارهای سقف‌دار، کاروانسراهای چوبی و قهوه خونه‌هایی با سماور برنجی و قصه‌گوهایی که شب تا نصف شب مردم رو پای یه چراغ نفتی می‌نشوندن و از 1001 شب میگفتن. نصیر یه تاجر بزرگ بود تو شهر. یه حجره داشت وسط بازار عطاریا. نه یه حجره ساده. حجرش یه چیزی بود بین مغازه و کاخ. دیوارهاش پر از قفسه ها پر از شیشه های رنگارنگ و زعفرون و دارچین و هل و فلفل و زیره و تخم گشنیز و گلاب کاشان و گل سرشور از خراسان. کف حجره رو با فرش افشار پر کرده بود. یه آینه کاری داشت سقف حجرش که نور لامپ روغنی رو مثل ستاره پخش میکرد رو ادویه ها. پولدار بود. هفته یه بار حموم اختصاصیشو با گلاب میشست. کنیز داشتن تو خونش عادی بود. پسر بزرگش با استاد حکمت درس میخوند. پسر دومش فالنامه نوشتن بلد بود. پسر کوچیکش ویولون میزد تو بزم بزرگان. زنش مارال زنی بود نازنین و مهربون و خوش سخن. اونقدر با فهم بود که وقتی نصیر از کار برمیگشت با یه جمله دلشو گرم میکرد. نصیر انگار یه خلأ داشت تو دلش. نه از اون خلأهایی که آدم دنبال خدا میگرده ها. نه، یه جور حسرت بیجا. هر روز صبح از خواب پا میشد، اول دست میکشید به ریشش، بعد یه نگاه به ساعت طلاییش مینداخت، بعد از پنجره حیاط رو نگاه میکرد و میگفت باز این درخت نارنج کم گل داده، امسالم نمیتونم مربای نارنج بفرستم واسه صدرالملک. یا مثلا یه روز دست میکشید به شال کشمیرش و میگفت این دیگه مد نیست، اون تاجر هندی شال جدید آورده با ریشه های نقره‌ای. مارال میگفت نصیر جان خدا رو شکر، تو رو خدا یکم دلخوش باش. اما نصیر فقط آه میکشید. یه بار سر سفره شام بره شکمپر پخته بودن با خلال و پسته و بادوم، دورش برنج زعفرونی و زرشک پلو، کنارش هم شربت بیدمش. ولی نصیر با دیدن غذا فقط گفت این بره یه وجب بزرگتر بود بهتر میشد. سفره وزیر که رفتم اونجا 2 بره آوردن. هیچی براش کافی نبود تا اینکه یه روز خاص رسید. پادشاه اون زمان مردی اهل حکمت و دلاوری واسه سفر اومده بود به همون شهر. تو مهمونی که بزرگان شهر دعوت بودن، پادشاه با نصیر روبرو شد. پادشاه از نصیر خوشش اومد چون باهوش حرف میزد، با ادب بود و با سواد، سفر رفته. اما یه چیزی تو نگاهش بود که پادشاه رو مشکوک کرد. پادشاه گفت ای تاجر بزرگ، تو چرا نگاهت خسته است؟ چرا توی این همه نعمت برق شادی تو چشمت نیست؟ نصیر گفت اعلی حضرت چه عرض کنم، انگار چیزی گم کردم، نمیدونم چیه، اما هیچی آرومم نمیکنه. پادشاه لبخند زد و گفت باشه، یه نفر هست که شاید بتونه جوابتو بده. مردی به نام لقمان، پیرمردی حکیم که تو کوه بالا یه خلوتکده داره. نصیر اول تمسخر کرد. یه درویش برم از یه ژنده پوش جواب بگیرم؟ پادشاه گفت اگه مرد دانایی امتحانش کن. فرداش صبح نصیر راه افتاد سمت کوه، پیاده با نعلین نو، با عصای چوب گردو، تو گرما و سنگریزه و خاک و خار. رسید به خلوتکده لقمان. در باز بود. لقمان با 2 ابروی بلند، چشمای تیزبین و صورتی که انگار سالها در سکوت فکر کرده بود، جلوش نشسته بود. نصیر گفت سلام پیرمرد، اومدم ببینم چرا خوشحال نیستم. لقمان گفت کفشتو در بیار بشین، یه چای بخور، بعد راه میافتم. نشستن چای خوردن و حرف زدن. بعد لقمان یه آینه داد دست نصیر و گفت این آینه رو بگیر، بریم پایین کوه تو بازار بچرخیم، هر جا خودتو دیدی صبر کن. نصیر خندید اما قبول کرد. با آینه راه افتادن. اول رفتن تو بازار. جلو حجره یه پیرزن خودشو دید با عبوس‌ترین چهره ایستاده. رفت تو قهوه خونه. باز تو آینه دید خودش وسط خنده مردم تنها نشسته. تو بازار پر از نعمت هر جا نگاه کرد خودشو دید که یا ناراضیه یا غمگین یا قیافه طلبکار داره. آخرش لقمان گفت
تو خودت دشمن خوشحالیت بودی. تو یاد نگرفتی شکر کنی. تو حواست به نعمت نبود. دلت فقط دنبال حسرت مردم بود. نصیر برگشت خونه. همون شب نعلیناشو گذاشت دم در، رفت پیش زنش و گفت مارال، من تازه فهمیدم دلخوشی از داشته هاست، نه از نداشته ها. از اون روز خنده برگشت به چهره نصیر. رفت سراغ خونه های فقرا، کارگرای بازار و بچه های یتیم و مردم. تا سالها بعد وقتی میدیدنش میگفتن ببین این همون نصیره که همه چی داشت و خوشحال نبود، اما حالا از دلش چراغ در میاد. اگه از این قصه لذت بردی، منتظر قسمت بعدی باش، چون قراره یه داستان حسابی بشنوی از کانال پندملا و یه ماجرای خنده‌دار و عجیب که باورت نمیشه. پس حتما قسمت بعدی پندملا رو از دست نده. تا اون موقع دلت شاد، لبت خندون و قلبت پر از قدرشناسی. یا علی.